به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، با فضل و رحمت پروردگار یکتا انا همین روز از بیگاهی ماه مبارک رمضان مهمان یک و یک ما عزیزان می گردد و با لطف پروردگار این مهمان را ما داریم، یکی در مهاجرت، دیگر در وطن، دیگر شاید در بالای غشت و لایکاری پیشواز می گیرد. ولی در کجا باشیم، هم در کدام گوشه و کنار دنیا نباشیم، هم این ماه مهمانی ما و شما است و ما باید از این مهمان پذیرایی کنیم و یقین بدانید که اگر ما با خوبی از این ماه پذیرایی کردیم و این مهمان را قدردانی کردیم و آنچه که از ما طلب کرد به او دادیم، او نیز به ما از آن چیزی که پروردگار وعده کرده است از اجابت دعا، آمدن برکات و رحمت و این چنین بالا شدن قدر مؤمن برای ما نصیب می‌گرداند. ولی چون هر یک چیزی که در دین هست خواه و ناخواه به آن غباره و یا خود چیزهای مثل بدعت و نویدها داخل می شود، متاسفانه این ماه مبارک رمضان هم از بعضی خرافات های مردمی پاک نیست. و اگرچه خودی ماه مبارک رمضان هیچ کمبودی در خود ندارد، ولی دور شدن مردم از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و آگاه نبودن مردم از اساس دین و البته که با این زمانی که شوروی بالای مایان و خود فرهنگ اسلامی حمله کرد و الان هم پسمانده های شوروی حمله میکنند و تا توان جنگ می اندازند یا چنگ میزنند تا که مایان به حقیقت دینمون نرسیم، خواه و ناخواه خرافات های در داخل این ماه جایگیر شده است که اکثریت گمان میکنند این خرافات نیست، این اصلی دین است. بیایید امروز برای پیشگیری از این خرافات هایی که در ماه رمضان وجود دارد با هم صحبت کنیم تا که بدانیم که چی چیز در حقیقت در ماه مبارک رمضان وجود دارد و چی چیزهایی هست که آن در ماه رمضان وجود ندارد. پیامبر به آن چیز امر نکرده اند، الله در کتابش نگفته است، صحابگان حتی به آن قدم نزدند، ولیکن مایان آن را عملی ثواب می‌دانیم که عین خرافات و یا به اصطلاح دیگر بدعت می باشد. اولین شده روزه همین روزی که امروز هستیم، یک روز پیش از ماه رمضان و یا 2 روز پیش از ماه رمضان روزه گرفتن در شریعت در یگان جا اصل ندارد، بلکه در این باره حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که در بخاری و مسلم روایت شده است از ابو هریره میگویند: لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصمه. هرگز شما رمضان را 1 روز و یا 2 روز پیش روزه نگیرید، یعنی برای پیشواز رمضان 1 روز و یا 2 روز پیش روزه گرفتن را در این حدیث صحیح پیامبر نهی کرده ایستادند و میگویند مگر اینکه یک نفر همیشه یعنی تمام سال روزهای پنجشنبه و دوشنبه روزه میگرفت و این بار هم 1 روز پیش از رمضان مثل امروز روز دوشنبه آمد و یا پنجشنبه آمد، در این وقت مثل هر وقت او روزه میگیرد، برای آنکه آن نفر این روزه را برای پیشواز نه بلکه همچون عادتی پنجشنبه و دوشنبه روزه گرفت، در این وقت اجازت است. این چنین نفرانی که قضا دارند، قرض رمضانی گذشته دارند، میخواهند همین روز باشد هم تمام کنند، مشکل ندارد، برای آنکه به نفل اجازت شد، به قرض که گردن آنها فرض می باشد اجازت است. لیکن روزه‌ای که در تاجیکستان اساسا و مخصوص پیشواز روزه میگیرند، میگویند مایان 3 روز پیش از رمضان پیشواز میگیریم، 2 روز پیش باید پیشواز گیری و یا 1 روز پیش باید پیشواز گیریم. پیشواز رمضان ثواب زیاد دارد، برای چی این ماه مبارک رو پیشواز نگیریم؟ البته این سخنها و یا گفته ها از یک جهت خیلی زیبا نمودار هستند، ولی در اصل خلاف دین می باشند،
خلاف سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. و حتی عمار ابن یاسر در خود فتح الباری هم آوردگی هستند، میگویند من صام الیوم الذی یشک فیه الناس فقد عصى ابا القاسم صلی الله علیه و سلم. هر کسی که در روز شک یعنی یک روز پیش از رمضان روزه گرفت، در حقیقت به پیامبر صلی الله علیه و سلم عصیان کرد، سخن پیامبر را نگرفت و یا خلاف گفته پیامبر عمل کرد. برای همین این روزه هایی که شاید فقط در تاجیکستان نه، در تمام دولت های وسط آسیا و یا آسیای میانه وجود داشته باشد، ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان و اینها، لیکن این روزه ها چه خیلی که گفته استادیم اگرچه نامش پیشواز رمضان است، اما خلاف سنت پیامبر است صلی الله علیه و سلم و نباید به این تشویق کرده شود که برای پیشواز روزه گیرد و نباید همچون ثواب این روزه را مردم مسلمان بگیرند، چون چه خیلی که گفتیم حدیث ثابت در صحیح بخاری و تمام کتاب های سننی دیگر آمدگی می باشد. و چیز دیگر در ما قولی خیلی شایع و یا اینکه سخنی که در همه جا هست، زنی که کودک شیرخوره دارد و یا زنی که به کودکش شیر میدهد اگر روزه گرفت به جای ثواب گناهگار می شود، و یا اینکه زنی که حامله هست اگر او روزه گرفت به جای ثواب گناهگار می شود و مبادا چیزی شد آن زن قاتل است. یعنی سخنهای زیاد و زیاده درباره آن میگویند که زنی حامله دار و یا زنی که کودک شیرخور دارد اگر روزه گیرند گناهگار می شده اند. و این در تمام زبان ها، علل خصوص نفرانی که اگرچه خیلی عزت و احترام دارند پدر و مادران ما، در زبان آنها خیلی زیاد چرخ میزند این عباره که زنی حامله دار نباید روزه گیرد به هیچ وجه. یک ماه هست، دو ماه هست، مهم حامله دار هستی روزه گرفتن برای تو گناه هست. این چونین نمیپرسند که کودک چند ماه هست، آیا به جز شیر چیزی دیگر میخورد نمیخورد، نه، همین که تو کودک به گفت خودمان یاش داری، خوردکک داری، به تو روزه گرفتن جایز نیست. لیکن اگر به خود شریعت نگاه کنیم و به تمام کتاب های فقه از فقه امام اعظم رحمت الله علیه تا فقه مذاهب دیگر اگر نگاه کنیم، در یگان جا حدیث آیت نآمده است که روزه گرفتن برای زنی شیر دهنده و یا حامله حرام است و یا گناه است. آره، پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که در نسائی آمده است و این چنین در کتاب امام مسند امام احمد آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر کسی که مسافر باشد و یا بیمار باشد و این چنین هر زنی که حامله باشد و یا شیر دهنده باشد، از او روزه اجازت است که نگیرد. إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة و عن الحامل والمرضع الصوم او الصيام. حدیث با همین لفظ آمدگی هست. وقتی که مسافر هستید شما می توانید نمازتون را قصر خوانید، به جای 4 رکعت 2 رکعت خوانید، این چنین روزه نگیرید تا اینکه به وطن برگشتید. و اما وقتی که شما حامله هستید و یا شیر میدهید شما میتوانید روزه نگیرید. اینجا کلمه میتوانید هست، یعنی که کلمه رخصت است. برای همین و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر میگوید الله، هر کسی که از شما بیمار باشد و یا مسافر باشد پس دیگر روزها روزه گیرد. اینجا نفرانی که شیر میدهند و 100% میدونند که روزه برای آنها ضرر نمی کند، شیر آنها کم نمی شود و یا اینکه در وقت شیردهی می توانند به کودکشان شیرهای دیگر و یا از طعام دیگر دهند. البته اگر روزه گرفتن اجر روزه‌دار را میگیرند، از روزه ماه مبارک رمضان بهره مند می شوند. این چنین خواهرکانی که حامله هستند و یا زنهایی که حامله هستند میدونند که روزه به سلامتی آنها ضرر نمی کند، برعکس اشتهایشان خوب می شود. از روی طب هم این چیز اثبات شده است که زنی که روزه می گیرد علل خصوص اشتهایش کم باشد، برعکس خیلی خوب خوراک خوردن و یا اینکه تمام ارگانیسمش از نو به کار می درآید. ولی
یگان ضرر جدی در او تا همین روز اثبات نشده است، مگر اینکه طبیب متخصص برای زنی حامله گفته باشد که روزه گرفتن برای تو ضرر دارد، خونت کم است و یا فشار خون تو خیلی پست است، تو نمیتوانی روزه گیری. یعنی 100% اگر طبیب گفته باشد مسئله رخصت است، نباید این خواهر روزه گیرد. لیکن خواهرهایی که میگویند به من روزه ضرر ندارد، من میتوانم به یگان مشکلی اگرچه حامله هستم روزه گیرم و میتوانم روزها کمتر حرکت کنم، شبها زیادتر به کار خانه مشغول شوم، هیچ مشکل ندارد. اینها رو گفته نمیتوانیم که روزه نگیرید گناهگار میشوید، برای اینکه همچنین گپ در شریعت وجود ندارد. این چنین خواهرایی که میگویند من کودک شیرخوره دارم ولی ماشاءالله شیر من خوب است و یا کودک من در وقت رمضان هرگز از بیشیری مشقت نمیکشد، من میتوانم به او شیرهایی که ساخته شده‌اند و یا اینکه طعام دیگر دهم. در این وقت هم میتوانیم بگوییم که هیچ مشکل ندارد روزه بگیرید. و آنهایی که میگویند روزه گرفتی گناهگار هستی، خودت را گناهگار نکن، به جای ثواب تو گناه گرفته ایستاده ای، هیچ اساسی ندارد. خرافات مردمی و چیزی هست که در بین مردم خیلی پهن شده است و نباید خواهرکانی که حامله هستند و میدونند که روزه به آنها ضرر ندارد و این چنین خواهرکانی که کودک دارند و میدونند که به شیر آنها روزه ضرر نمی کند و یا کودک آنها به جز شیر چیز دیگر هم خورده میتواند، که الکی در تاجیکستان از 2 ماهگی به کودک میتوانند بعضی از نمود خوراک های مخصوصی کودک را دهند، البته به یگان مشکلی میتوانند روزه گیرند. و چیزی دیگر در آن است که نفرانی هستند که میگویند خودی توی کردن، ازدواج کردن در ماه رمضان حرام است، گناه است و این چونین بین 2 عید، یعنی بین عید رمضان و عید قربان که 2 ماه هست، روزه گرفتن توی کردن و ازدواج کردن حرام می باشد و در رمضان اصلا حرفش رو نزنید، عموما در رمضان نباید کسی با هم دیگر ازدواج کند. این هم یک خرافات دیگر و یا چیزی ناپیدای دیگری هست که در یگان جا آمدگی نیست که برای زن و یا برای مرد ازدواج کردن، توی شدن در ماه رمضان حرام باشد. در وقتی در احرام بستنش یا محرم بودنش در خود حج جایز نیست، لیکن در ماه رمضان در اینجا یک چند سند میبیارند که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم همراهی ام سلمه همسرشان هند رضی الله عنها در ماه رمضان ازدواج کرده بودند و در روایت دیگر آمده است که حضرت علی با همراه فاطمه رضی الله عنهم اجمعین در ماه رمضان ازدواج کرده بودند. پس توی شدن هیچ علاقه به ماه رمضان ندارد، البته که ولیمه و یا بخشش زیاد ولیمه و یا خودی از ضیافت توی را در وقت افطار به مردم میدهند، هم اجر مهمان نوازی و هم اجر ولیمه و هم ثواب خودی افطار دادن به روزه‌داران را صاحب میشوند. اما در خود رمضان نکاح کردن و ازدواج حرام است، هیچ اساسی ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در رمضان ازدواج کرده بودند، حتی دخترشان را در ماه رمضان به شوهر داده بودند. هیچ مشکلی ندارد که توی در ماه رمضان شود، فقط وقت ضیافت می شود، ضیافت را در وقت افطار یا پس از افطار به مردم می دهند. البته که توی هایی که در آنجا رقص و بازی و دیگر از فساد و فتنه های زیاد است، آنها در رمضان به این چیزها راه نمی دهند، حداقل یک کم احترامی ماه مبارک را به جا می آورند و میگویند نه این مینوشه و رقص و بازی و این فسادکاری را در رمضان نکنیم. اما خواهر و برادرانی که میخواهند توی بی آلایش کنند و عموما یک نکاح عادی ببخشید ساده و یک به همدیگر ضیافت دادن ساده، البته که میتوانند در ماه رمضان هم ازدواج کنند. و از این هم عجیبتر خرافات ساخته و بافته در آن است که میگویند نو خانه‌داران وقتی در 40 روز اولی حیاتشان هستند نباید روزه گیرند، یعنی روزه داری برای زن و شوهر نو به خانه جایز نیست، گناهگار میشوید. این هم تماما اصل ندارد. عموما هر کسی که به خاطر ازدواجش اگر روزه نگرفت برعکس او گناهگار می شود. برای اون که کدام نفران باید روزه گیرند و یا روزه نگیرند شریعت معین کرده است. هر کسی که من کان منکم مریض باشد
مسافر باشد، نفرانی که بیماری های دارند که دیگر اگر روزه گرفتن خیلی حالتشان بد می شود و موافق حدیث زنی که حامله هست و یا کودک دارد می تواند روزه نگیرد. اما در یگان جا آمده است که مردی که نو ازدواج کرد، زنی که نو ازدواج کرد در 40 روز اگر رمضان راست آید روزه نگیرد. تماما خرافات است. هم عروس هم داماد اگر روزه نگرفتن برعکس گناهگار می شوند. و اینجا چیز دیگر هم هست که در بعضی از منطقه ها میگویند زنهای حایضه، حتی زنهایی که در بیماری عادی زنانه قرار دارند روزه میگیرند و روزه خود را با خاک، با نمک، با یک چیز دیگر مثلا افطار میکنند و این گویا هیچ ضرری بر روزه آنها نداشته است. شنوندگان عزیز، نماز خواندن، حج کردن یعنی طواف خانه الله کردن و این چنین روزه داشتن برای زن حایضه کلا حرام است، گناه کبیره است. این ناحرمتی به شریعت الله است. برای همین زنهای حایضه نباید روزه گیرند، نباید روزه گیرند. اگر به خاک چیزی، به هر چیزی که افطار کردن هم اون روزه آنها صحیح نیست، برعکس گناهگار می شوند برای اون که احترام رمضان را به جای نآوردن. مگر اینکه گفتن از فرزندانم شرم دارم، از پدر و مادر شرم دارم و پنهان کردم، مسئله دیگر است. لیکن علل خصوص روزه داشته روزه من حساب می شود گفتن دیگر این گناهگاری است و یک خرافاتی دیگر است. و می گذاریم به یک مسئله خیلی جدی و مهم عزیزان، این مسئله تراویح. چگونه که میدانیم شاید سال گذشته این در بین خواهر و برادران تاجیک ما خیلی یک مسئله پهن شده باشد که خیلی درباره رکعت‌های تراویح چند رکعت باید خوانده شود و آیا 8 رکعت و یا 20 رکعت و یا از این زیاده و کسی که کم خواند و زیاد خواند حکمش چی است. مشکلی زیاد حتی بین بعضی طالب علمان و بعضی از نفران دعوتگر بود و اینجا هم مشکلی ما برمیگردد به کمبودی علم. برای اون که اگر به خود نماز تراویح نگاه کنیم و یا تراویح نگاه کنیم که اصلش در زبان عربی تراویح هست، تراویح نیو از کلمه دم گرفتن و یا یکم استراحت کردن، چون 2 رکعت میخواندند و استراحت میکردند، باز 2 رکعت میخواندند و استراحت میکردند. برکت هایش بیاید نگاه کنیم از نزدیک. خود تراویح چه خیل شد و قصه اش چگونه است. اگر قصه تراویح را عزیزان خودمون درست فهمیم و دانیم تمام مشکلی حل می شود. کشمکشی، جنگ و جنجال، 8 رکعت میخونی 20 رکعت میخونی این چیزا از بین می رود. برای چی؟ برای اون که قصه اش چگونه بود دانستید، میدونید که مسئله خیلی وسیع است و اصلا برای جنگ و جنجال تلاش و ترتیش نمی ارزد. در خودی صحیح بخاری هم آمدگی هست و دیگر کتاب ها هم آمدگی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 3 روز اول ماه رمضان نماز شب را در رمضان در مسجد خواندند یا گفتیم نماز تراویح را. و وقتی که پیامبر نماز را خواندند مردم یکم روز دیدند و یک مقدار کم اقتدا کردند، چون نماز شب بود، نماز تراویح بود. بعد از این روز دوم هم مردم زیادتر شدند. روز سوم از حد مردم زیاد آمد که پیامبر در رمضان تراویح خوانده ایستادند یا نماز در مسجد خوانده ایستادند. همه ما هم اقتدا میکنیم. سپس روز 4 پیامبر نماز تراویح نخواندند، یعنی خودشان تنها در خانه خواندند و همراه مردم نخواندند. بعد از آن روز 4 مردم انتظار شدند، پیامبر بیرون نشدند، یعنی برای نماز تراویح همه به خانه‌اش برگشت. و همان روز 5 گفتیم پیامبر خودشان گفتند من فهمیدم که شما خیلی زیاد در نماز تراویح 1 و 2 و 3 روز به پشت من جمع آمدید. من ترسیدم که شما این نماز رو برای خود فرض قبول میکنید، برای همین با شما جماعت نخوندم، تنها خوندم. اما حدیث ثابت است در صحیح بخاری، مسلم، در تمام کتاب ها که پیامبر صلی الله علیه و سلم 8 رکعت تراویح خوانده بودند. 2 رکعت خوانده سلام دادند، 2 رکعت خوانده سلام دادند، 2 رکعت خوانده سلام دادند، 2 رکعت خواندند و سلام دادند، 8 رکعت شد. سپس 3 رکعت وتر خواندند. حضرت عایشه هم میگویند پیامبر الله هم در رمضان هم در غیر رمضان از 11 رکعت زیاد نماز شب نمیخوندن. نماز شب همان نماز تراویح و یا نماز تهجد همش را یک تا در ماه رمضان نماز تراویح میگویند، یعنی جدا جدا نبود این چیزها. پس
پیامبر با همین 8 رکعتی خواندهشان دیگر با مردم نخواندند تا زمان حضرت عمر. همین خیل مردم در خانه هایشان نماز تراویح را جداگانه میخواندند تا اینکه بار حضرت عمر میبینند که مردم خیلی زیاد در مسجد جمع گشتند و همه تنها در کنجهای مسجد چه خیلی که خواسته ایستاده است، 2 رکعت 4 رکعت نماز خوانده ایستاده است. سپس خود عمر میگویند اینها رو باید ما جمع کنیم و ابی ابن کعب صحابی جلیل که خیلی در قرآن ماهر بودند و استاد قرآن بودند میگویند ابی تو امامی کن، مردم از پس تو نماز خواند. با همین حضرت عمر با ابی میفرمایند که یک نماز جماعت خوانده شود که نماز تراویح بود. لیکن در اکثریت اقوال آمده است که حضرت عمر میگویند 20 رکعت خوانیتون. در خود مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و کتاب‌های مذهب حنفی هم هست که همون نماز 20 رکعت بود. یعنی حضرت عمر میگن 20 رکعت نماز خوانید، سپس 3 رکعت وتر خوانید که وتر رو هم در ماه رمضان جمع میخوانند. با همین اینها 20 رکعت رو در زمان حضرت عمر میخوانند، در زمان حضرت علی هم همین خیلی 20 رکعت میخوانند. لیکن مردم میدانستند که پیامبر 8 رکعت خوانده بودند. وقتی عمر گفتند 20 رکعت خوانید کسی چیزی نگفت. برای چی؟ برای اون که اول شده پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند علیکم بسنتی و سنت خلفای راشدین، شما سنت مرا گیرید و سنت خلفای راشدین رو. و این 20 رکعت گفتن قول یک انسانی عادی نیست، قول عمر خطاب است. و اینچنین پیامبر گفته بودند اصحاب النجوم بأیهم اهتدیتم ببخشید، صحابگان من مثل ستاره ها هستند، به کدام از آنها اقتدا کردید شما از هدایت یافتگانید. این سخن عمر بود و مردم عادی 20 رکعت خواندند. حضرت شافعی میگویند در مکه 23 رکعت نماز تراویح میخواندند، در مدینه گاه حتی تا 33 36 میخواندند، در بعضی جایها تا 41 رکعت هم میخواندند. عموما نماز تراویح عزیزان یک نماز سنت است، نفل است. چند رکعت زیاد خواندید هرگز گناهکار نمیشوید. 8 رکعت خواندید پیامبر خوانده بودند، 20 رکعت خواندید حضرت عمر گفته بودند، حضرت علی کرده بودند. هیچ گناهی در این نیست. کشمکشی کردن که نه من 20 رکعت میخونم، تو 8 رکعت خوندی گناهکار شدی، تو 30 رکعت خوندی گناهکار شدی، یگان فایده ندارد، ارزش ندارد. برای اینکه در تمام کتاب‌های فقه از کتاب مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه تا دیگر صاحبان مذهب پیدا کرده میتوانید که نماز تراویح یک نماز نافله است، میتوانید تا 100 رکعت هم خوانید، تا 200 رکعت هم خوانید. ولیکن حضرت عایشه میگویند پیامبر 8 رکعت میخواندند، لیکن اونقدر با خشوع، با زیبایی، با آرامی، دور و دراز، حتی در یک مثلا در یک رکعت یک سوره آل عمران و یک بقره، یعنی خیلی دور و دراز خشوع میخوندن. مهم ما با تمام اخلاص و خشوع خوانیم. پس رکعت های تراویح در اسلام در تمام مذهب های اهل سنت و جماعت مشکل ندارد که 8 رکعت خواندید، مشکل ندارد که 20 رکعت خواندید، مشکل ندارد که حتی 30 رکعت خوانده شود که در این باره هم روایت ها هست و در بعضی از اقوال علما آمده است که حضرت عمر گفته بودند که 20 رکعت نه و شما 30 رکعت خوانید یا 33 رکعت خوانید، بعد باز 3 رکعت دیگر وتر خوانید. پس مشکلی حل می شود وقتی فهمیدیم که نماز تراویح هیچ مشکلی ندارد. ما 2 رکعت خواندیم، 4 رکعت خواندیم، 8 رکعت خواندیم، 20 رکعت خواندیم، مهم ما همین نماز رو در خود ماه رمضان انجام دادیم و سنت رو اجرا کردیم. سنت پیامبر هم سنت خلفای راشدین هم که به همه اش ثواب است و هیچ جای جنگ و جنجال و حقارت و ببخشید دشنام و ملایبه سواد گفتن و مردم را به یک کشمکشی خیلی بزرگ بردن جای نیست. نماز نفل است، چقدر که خواندید ثواب میگیرید، اگر نخواندید هم گناهکار نمیشوید. ولیکن زیبایی رمضان در تراویح هست. پیامبر خوانده بودند، صحابگان خوانده بودند و حضرت عمر صحابگان را در این ماه جمع کرده بودند که حتی میگویند حضرت علی همیشه میگفتند ای عمر خطاب، اله قبرت پر از نور شود که چقدر به مسجد ها نور آورد.
آوردی، یعنی تو سبب شدی که این گونه جماعت بزرگ در مسجدها نمازهای تراویح خواند که تا همین روز صدای تراویح زمینهای دولت‌های اسلامی رو میلرزاند و مردم گریه کنان نماز میخوانند و پروردگار مهربان همین روزها را و تاجیکستان ما هم نصیب کند. و چیزی دیگر عزیزان درباره تراویح، بعضیا فکر میکنن که حتما باید تراویح در مسجد خوانده شود. در خانه تراویح خواندن قبول نیست، علل خصوص برای خواهران و یا زنهایی که به خاطر شرایطی به مسجد رفتن نداشتن و در این حال حال حاضر که کرونا هست و به سبب ویروس اکثریت مساجد در تمام کشورها درهایشان بسته هست، بعضیا گمان میکنن نه حتما باید تراویح در مسجد خوانده شود، در خانه خوانده شد قبول نیست یا گناهکار میشوید. هیچ مشکلی ندارد. چگونه که گفتیم پیامبرمان صلی الله علیه و سلم 3 روزش رو با مردم، بقیه‌اش رو در خانه خوانده بودند. صحابه های پیامبر هم در خانه میخواندن. هیچ مشکل ندارد که در خانه خواندید، یعنی هیچ مشقتی اگر برای شما باشد در خانه تراویح رو خوانده باشید اجر تراویح رو میگیرید. و بعضیا میگویند اونهایی که روزه داشته نمیتوانند به سبب بیماری، مثلا بیماری های قند و یا حاملگی و یا برای اونکه عموما بیمار هستند و روزه گرفته نمیتوانند، نباید تراویح خوانند. یعنی گویا که تراویح مخصوصی روزداران باشد. در این باره هم یگان اساس ندارد. شما به سبب بیماری روزه نگرفتید که قرضش رو بعداً میدهید و یا فدیه میدهید، لیکن تراویحتان رو عادی خواندن میگیرید که رمضان چه خیلی که گفتیم سنت زیبای رمضان این تراویح می باشد. و اگر مبادا با سبب امروز تراویح قضا شد یا خونده نتوانستید، البته فردا میتوانید از نو تراویح شب فردا رو خوانید. حتمی نیست که امروز نخوندم فردا هم نباید خوانم، چون این گپ هم وجود ندارد. و چه خیلی که گفتیم خودی تراویح یکی از نمازهای سنت است. اگر خونده نشد، به ناگهان خونده نشد، یگان خیلی گناهکار هم انسان نمیشود و قضاش رو هم از نو خوانده نمیدید. عادی امروز نخوندید فردا تراویح رو خونده رفتن میگیرید. و چه خیلی که گفتیم حتی در خانه هم میشود یک اهل عائله که دیگر در مهاجرت هستیم نمیتوانیم به مسجد ها رویم، یا در تاجیکستان که به زن و به کودکان مسجد رفتن من از دیگر از اروپا فرقمون ماندگی نیست. ببخشید حتی در اروپا هم این چیز اجازت است و در تاجیکستانی پس شوروی ما نیست. می توانند عائله ها در خانه اشان نماز تراویح خوانند و در نماز تراویح می تواند حتی کودک هم امامی کند اگر قرآنش خوب باشد، و یا پدر خانه و یا پدر بزرگ عائله همگی می توانند نماز تراویح خوانند. و این بود عزیزان درباره بعضی از خرافات هایی که در ماه رمضان با یک پیچیدگی به مردم در آمده است و مردم گمان میکنند که این چیز حقیقت دارد و از شریعت است، در حالی که هیچ رابطه و یا اساس به شریعت ندارد. و این بود درباره بعضی از خرافات ها. و اینجا یک چند خرافات دیگر درباره صدقه فطر هست. صدقه فطر که بعد از روزه داشتن هر یک نفر باید از 3.5 کیلو برنج و یا گندم یا هر چیزی که ذخیره می شود به کمبغلان بدهد. بعضی گمان میکنند که صدقه فطر دادن این خاص نفران ثروتمند است مثل زکات، در حالی که صدقه فطر را حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند غلام هم بدهد، یعنی سید از نام غلامش میدهد، پدر و مادر از نام کودک 1 ماهه هم میدهند. در خانه چند نفر باشید، شما کمبغل هستید، شما درجه زندگیتون عادی است، اونقدر ثروتمند نیستید، حتما باید صدقه فطر رو بدهید. مگر انسانی که میگن من برای همین روز خوردن ندارم، چیزی برای همین روز برای خوردن ندارم، دیگر میگیم از کجا میدهد. اما اونهایی که عادی در خانهشون 40 کیلو و 50 کیلو ارد است، یک مقدار پول است، از صدقه فطرشون رو حتما برآورده میکنن. و این برای فقط شخصان ثروتمند مثل زکات نیست، بلکه به تمام مردم است که صدقه فطر را بدهند. و صدقه فطر را می شود از پول هم بدهند و از خود خوراکواری هم، که ان شاء الله در یکی از برنامه ها کاملا درباره صدقه فطر و آیا می توانیم به امامان مسجد بدیم و یا به حکومت بدیم که آنها گیرند و به خودشون گیرند یا به نفران دیگر دهند، ان شاء الله یک برنامه کامل در این باره نیز آماده میکنیم. اینجا عزیزان این بود خلاصه موضوعی که برای شما آماده کردیم. میگذاریم به
بخش سوال ها که تا چه اندازه می توانیم به سوال های شما جواب دهیم. اول شده کودک تولد شد، حاضر 6 ماهه، مادر می تواند روزه گیرد؟ البته که مادر می تواند روزه گیرد. برای آن که بعد از 6 ماهگی اساساً کودک الکی باید خوراک خورد. در تمام طب کودک آمده است که از 6 ماهگی باید برابر شیر مادر کودک به دیگر خوراک ها هم دیگر عادت کند. برای همین هم شیر می دهید و هم به او یک خوراک می دهید. و عموما درباره صحابه زنهایی که در زمان پیامبر روزه می داشتن یک اثر آمده است که میگویند زنها در زمان پیامبر اگر کودک شیرخواره داشتن روزش خیلی کم شیر می دادن، اما شبش شیر می دادن. این خواهر شما هم می توانید روزش تا حد کم به کودکتان شیر دهید و از دیگر خوراک و چیزهایی که کودک میخورد به او بدهید و شبش به او شیر دهید. لیکن خیلی که در رفت برنامه گفتم هیچ گناهی نیست که خواهری که کودک 6 ماه دارد، 2 ماه دارد، 3 ماه دارد اگر روزه گیرد، اما داند که کودک اگر شیر نخورد یا پس از روزه گرفتن شیر خیلی کم می شود، کودک بیمار می شود، اینجا سبب بیماری کودک سبب شده ایستاده است که مادر روزه نگیرد. اما کودک 6 ماهه انشالله که دیگه خوراک هم خورده می تواند و برعکس به سبب افطار شیر مادر دوچند می شود و با برکت رمضان شما می توانید به یگان مشکلی هم کودکتان سیر کنید هم روزه گیرید. سوال دیگر: من در غریبی هم شرایطم خوب است، اما من 3 ساله روزه میگیرم. من راستی گپ سوال نفهمیدم که درباره روزه میگیرم گفتید روزتون قبول باشد، اما خودی سوال چی است نفهمیدم. راستی گپ از نو سوال رو میفرستادید. سوال دیگر: سلام اپا، نخواست آب نوشید، نفهمیده روزه میبرد هم؟ نخواسته آب خوردید و یا نوشیدید آیا روزه شما رو میبرد؟ هر چیزی که از روی نخواسته و ندانسته و بخبر شد در شریعت یگان تای آن حسابیده نمی شود. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر کسی که از شما فراموشن یا از روی خطا بنوشید و یا بخورد روزه اش را دوام دهد. این رزق الله است که به او داده است. یعنی شما اگر نفهمیده حتی بسیاری آب نوشیدید، کاملا شکمتان سیر کردید و فراموش کردید که روزه دار هستید، یقین بدانید که روزه شما قبول است. بعد از نوشیدنتان یا خوردنتان باز دوام میدهید روزه گرفتن را، که این را خود پیامبر هم در همین حدیث فهماندگی هستند که این رزق الله است، شما روزهتان را دوام دهید. سوال دیگر: دخترک یا پسرک را از کجا میفهمید که به بلوغت رسیده است و نماز روزه به او فرض شده است؟ هم دخترک هم پسرک علامت های بلوغ خود را دارند. برای دخترک واضحترین علامتی به بلوغت رسیدن این حیض است. هر دخترکی که دیگر حیض دید او به بلوغت رسیده است. اما اگر حیض ندید الکی شکل دخترک خودش به دختر کلان مانند می شود، الکی نورس میگوییم و خود سینش را از همه سینی بالای بالا، مثلا در مذهب امام ابو حنیفه برای دخترک 13 ساله، در بعضی روایت ها برای پسرک 15 ساله گفتگی هستند، لیکن به سین و سال نه، به خود علامت هایش نگاه میکنیم. دخترک اولین باری که حیض شد دیگر به بلوغت رسیده است و پسرک هم احتلام شد میگن، ولیکن خود شکل پسرک دیگر به یک مردک مانند می شود که الکی موی لبش می براید و آوازش کمی تغییر می دهد که میگویم الکی این نورس است که عادتا در تاجیکستان از سن 13 ساله 14 ساله شروع می شود. سوال دیگر: به نفری گنگ مادرزاد آیا نماز روزه فرض است؟ به نفری گنگ در زمانی که عقلش در جایش هست هم نماز هم روزه هم حج همه اینها فرض است. فقط انسان گنگ با اشاره نماز میخواند و روزه رو البته به یگان مشکلی میدارد. به انسان گنگ نماز فرض است ولیکن با اشاره، یعنی سجده میکند، رکوع میکند و تمام میکند همه‌اش را و روزه رو البته میگیرد. فقط به نفرانی که مجنون هستند، یعنی عقلشون رو تماما از دست دادن، این نمود بیمارها، برای آنها روزه هرگز فرض نمیگردد تا زمانی که عقلشون به جایش آید. سوال دیگر: آیا زن اجازه موعظه کردن دارد در اسلام؟ این سوال رو من پیشتر جواب داده بودم.
سوال دهنده عزیز می توانید به این سوال از برنامه‌های پیشتر جواب پیدا کنید. سوال دیگر، مسافر گفته کسی که در راه است به یگان جای سفر کرده ایستاده باشد روزه نمیگیرد. مهاجر ما باید گیریم. البته شما مهاجر هستید روزه بگیرید و برای مسافر هم اگرچه آیت است که وقتی شما مسافر هستید و یا اینکه در سفر هستید می توانید روزه نگیرید و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، لیکن اینجا حدیث ها در صحیح بخاری هم هست، در دیگر کتاب ها هم هست که مسافران در زمان پیامبر روزه می گرفتند. روزه گرفتن، روزه نگرفتن حتمی نیست. اگر مسافر شرایط روزه‌گیری داشته باشد و میتواند روزه گیرد لیکن مشقت باشد، اگر لیس من البر صیام میگویند پیامبر، از کار ثواب این نیست که صیام فی السفر ببخشید در مسافرت روزه گیرید. این برای نفرانی که در مسافرت خیلی اذیت میشوند، یعنی هیچ علاج نمییابند. اون هم در زمان پیامبر که با شتر و دیگر پای پیاده سفر میکردند. اما در شرایط امروزه که ما با هواپیما و یا ماشین و اتوبوس ها میتوانیم، مسافر هم حتی میتواند روزه گیرد، گناهکار نمیشود. مهاجر که البته مهاجر الکه و مقیم ثابت میشود، روزه اش رو کاملا میگیرد و یک ماه رو اگر به خاطر الله کار و بار رو ترک کند، ان الله برکتش رو از طرف دیگر میگیرد. سوال دیگر سوالایی که عزیزان سوال دهنده و همه نفرانی که میشنوید، هر سوالی که هیچ به موضوع رابطه ندارد و خاص برای فتنه اندازی آمده است، من به اون جواب نمیدهم و خودتون رو هرگز به زحمت کشیده سوالهای هر طرفه ندید. سوال دیگر، مهاجر از مسافر فرق زیاد دارد؟ مهاجر رو ماهی برکات است روزه گیرید. آره، گفته این نفر رو انجام دهید. سوال دیگر، من 1.5 سال می شود در مهاجرت هستم، سلامتیم خوب است، شرایط هم بد نیست، می توانم روزه گیرم. تشکر. البته که شما در مسافرت هستید، لیکن شما الکی مقیم روسیه و یا دولتی دیگر هستید. در یگان جا آمدگی نیست که حتی مسافری که مثلا امروز شما یا فردا شما به تاجیکستان پرواز دارید و یا دولت دیگر پرواز دارید، اگر گفتید من روزه میگیرم، هیچ باکی ندارد. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم اگرچه مسافرت با مشقت بود، اما عده از صحابگان روزه میگرفتند، عده نه. پیامبر به کسی روزه نگیر نمیگفتند مگر به نفری که ببخشید از تشنگی دیگر افتیده مانده بود و دیگر هیچ کار کرده نمیتوانست. برای همین حتی مسافری حقیقی هم باشد که الان سفر کرده استادید، میتوانید شما روزه گیرید. اما مهاجر که الکی مقیمی همان کشوری که در آنجا زندگی دارید، البته روزه میگیرید و برای روزه نگرفتن اگر سبب نداشته باشید گناهکار میشوید، چون مسافر نیستید، الکی مقیمی همان کشور هستید. سوال دیگر، گلافروز، ما مهاجران در جای کاریم چه خیل تراویح خوانیم؟ تراویح را شبش میخوانند و وقتی تراویح از نماز خفتن شروع می شود تا وقتی نمازی بامداد. شما اگر تمام شب کار میکرده باشید، تراویح نخواندید یا تراویح نخواندید، هیچ مشکل ندارد، لیکن به خانه برگشتید، شما نصف شب باشد هم خواندید، ثوابش رو میگیرید. اما همین رو بدانیم که عزیزان، تراویح یک نماز سنت است، برای خواندنش اجر زیاد است. اگر نخواندید باکی ندارد، ولیکن توصیه میکنیم که زیبایی ماه مبارک را در لذت تراویح به دست آورید. سوال دیگر، در بین دو عید، ماه رمضان و عید قربان، ازدواج کردن ممکن نیست میگویند. آره، در این باره من در رفت برنامه صحبت کردم که این یکی از سخنهای خرافاتی، چیزی است که هیچ اساسی ندارد. حتی در ماه مبارک رمضان پیامبر صلی الله علیه و سلم با ام سلمه همسرشون ازدواج کرده بودند و خودی دخترشان فاطمه را هم به حضرت علی در ماه رمضان به شوهر داده بودند. کجا رسد در بین دو عید که هیچ رابطه به ازدواج ندارد، که در بین دو عید اگر ازدواج کرد بدبخت می شود، چیز دیگر هیچ اساسی ندارد. ازدواج کردن همه وقت جایز است، حتی در ماه رمضان. فقط در خود رمضان اگر ازدواج کردن، ضیافتی توی رو در وقت افطار میدین. در بین عید یگان رابطه در اینجا توی شدن ندارد و جایز است. سوال دیگر، به فکر من این فکر من است که زنک شیعه مذهب باشد التماس حقارت نکنه. نمیدونم اینا چی گفته استادن. راست دیگه سوالایی که کارگرانی که به اینجا سوال ها رو فرستاده استادید، خوش میکنم سوال هایی که رابطه ندارد با موضوع و خیلی سوال های عجیب غریب است نفرستید تا که به دیگران معلوم نشود. سوال دیگر،
یک زنی به شوهر که میخواهد در حج روزه گیرد اما محرم ندارد و دارا است، برای سفر زورش میرسد چی کار کند؟ درباره سفر کردن زن به حج بدون محرم در شرایط امروزه اون را مقایسه کردن نمیتوانیم به زمانی پیشتره، برای آنکه در خود حاضر اکثریت خطرهایی که در راه است از بین رفته است و همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از وفات پیامبر همراه عبدالله ابن رواحه به حج برآمده بودند. برای همین اگر این زن یک گروه را دارد که همراه اون گروه تاجیکان یا گروهی مثلا مسلمان های دیگر زمین که همراه آنها اگر به سفر برآید مشقت نمیکشد، عذاب نمیکشد، میتواند به حج برآید. حتمی نیست که محرم داشته باشد، حتمی این است که رفقت الامین میگویند همسفرانی امانتدار داشته باشد که در راه اذیت نشود. در این وقت انشاءالله هیچ باکی ندارد، برای آنکه خطرهای سفر برداشته شد. در شرایط امروزه میتواند زن در قول بعضی از علما تنها باشد هم به حج سفر کند. سوال دیگر، اپا جان دعا کنید همسرم حامله دارند، الله پسرم دهد. انشالله که در حق همسرتان و در حق تمام خواهر و برادرانی که در طلب فرزند هستند در این الکی روزهای مبارک که شروع شده ایستاده است دعا میکنیم الله پسر باشد دختر باشد فرزندی صالح برای شما نصیب گرداند، برای آنکه مهم صالح بودن فرزند است. یک فاطمه رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک مریم عمران اگرچه دختر بود چقدر برای پدر و برای تمام امت و برای مردم فایدهش رسید که هزارها پسر دیگر شاید نتوانند، ولیکن به هر حال طلب کردن پسر در شریعت جایز است. الله به مقصدتان برساند. سوال دیگر، السلام علیکم، دختر 9 ساله روزه باید گیرد؟ و علیکم السلام و رحمت الله. دختر 9 ساله که حالا به بلاغت رسیدگی نیست که در تاجیکستان اساسا دخترچه در 9 سالگی به بلاغت نمی رسد روزه گیرد، لیکن فرضی نیست. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم کودکان روزه می داشتند و برای آنها را وقتی گریه میکردن که خوراک میخوریم آرام کردن، پدر و مادر برایشان میگفتن کمی صبر کن به تو شیرینی میدیم یا بعضی بازیچه ها را میدادن. و این چنین حدیث دیگر هم آمده است که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم زن فرزندش که هنوز کودک بود به پیامبر نشان داده میگوید علی هذا حجون، آیا این حج کند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید نعم ولکی اجرون، آره این کودکت حج کند اما اجرش رو تو میگیری، یعنی برای تو اجر است. برای همین کودکی که روزه نمیگیرد گناهگار نمیشود، 9 ساله که هنوز به بلاغت رسیده نیست، لیکن اگر روزه گرفت هم برای پدر و مادرش اجر و ثواب است، هم هر اجری که کودک در کودکی کرد این لطف پروردگار است نوشته می شود. برای همین دخترکتان 9 ساله اگر روزه گیرد او الکی به روزه گرفتن عادت میکند و این گفتیم به یک دانش آموزی تقوا داخل می شود که در خود روزه تقوا است و کودک هم صبر کردن، هم قدر نعمت، قدر خوراک را می فهمد، هم برای شما اجر و ثواب دارد. اما گفتید بیمار است، روز دراز در مکتب است یا کار دیگر می کند و علاجش نیست، نمیگویم که مجبور کنید برای آنکه حالا به بلاغت نرسیده است، لیکن کودکان را در شریعت از 7 سالگی به روزه گرفتن، نماز خواندن، تمام فرضها الکی عادت می کنند. سوال دیگر، السلام معلمه جان، تراویح را تسبیح گفتن حتمی است یا نه؟ و علیکم السلام و رحمت الله. در نماز تراویح یک خرافات دیگر گفتیم یا بدعت دیگر در تاجیکستان که آنقدر تسبیح میگویند، الویدا و سوره های ببخشید یک تسبیح دراز در یگان کتاب، حتی در یگان کتاب مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه وجود ندارد که همون تسبیح وجود داشته باشد. دو رکعت میخوانند، دم میگیرند، خواستند در همان وقت دم گرفتن عادی تسبیح ها سبحان الله الحمدلله میگویند و یا یگان قرآن میخوانند یا عادی دم میگیرند هست، یعنی یکم استراحت میکنند. لیکن تسبیحی که در تاجیکستان میخوانند الویدا یا شهر رمضان و این چیزها در یگان کتاب آمدگی نیست، در یگان کتاب فقه نیست که این گونه تسبیح وجود ندارد، حتمی نیست، حتی وجود ندارد. نباید این تسبیح گفته شود اگر از روی مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه ما حکم کنیم و یا از روی دیگر
دلیل ها که این گونه تسبیح را نه پیامبر گفته بودن، نه صحابه ها، نه یکی از علما، که عادی مردم از جای میگن. اما عادی ترین تسبیح سبحان الله الحمدلله گفتن و یا عادی یک مقدار استراحت کردن، این هیچ مشکلی ندارد که معنای تراویح هم همین است. 2 رکعت دور و دراز نماز میخوانند، سپس کمی ترویح یعنی استراحت میکنند، باز 2 رکعت دیگر شروع میکنند. اینجا با شنیدن گفته های شما بعضی شنوندگان به این خلاصه رسیدند که شما شیعه مذهب می باشید. سبحان الله، یگان دلیل می گفتید. عجیب است، هر کسی که سبحان الله، این یک سنتی دیرینه تاجیکان ما هست. یک نفر وقتی میخواهد حقیقت را گوید، یا شیعهش میگویم، یا سلفی میگویم، یا صوفی میگویم، یا چیزی دیگر. اگر نفر ادعا دارید که شما همین چیز هستید، البته شما دلیل می آوردید، من این رو واضح میکردم. یعنی از پیش خود نخواد یک انسان برایت گوید شما شیعه مذهبید. اعوذ بالله من ذلک. خواهران برادران عزیز، در گفتن سخن خود یا در افترا کردن به یکی تهمت زدن خیلی احتیاط باشید که هر چیزی که به کسی گفتید و در او وجود ندارد 100% به خودتان برمیگردد، چه کلمه شیعه باشد، چه کافر باشد، چه چیزهای دیگر که متاسفانه این نمود کلمات در تاجیکستان الان یک مود نو شده است. لیکن هر کسی که چنین ادعا دارد، من در خود استودیو هستم، خواهر برادران عزیز، می توانید بگویید که همین گپ را از کجا گفتید، این گپ شیعه مذهب ها. من 100% بالای سخن خود دلیلش رو میگویم. سخنی دیگر، الحمدلله، مسلمان که سوال میدهند که وقتی که زن 1 ماه حامله دار باشد ممکن است روزه گیرد. زنی 1 ماه حامله دار اگر داند که روزه به او ضرر میرساند، از اینکه فشار خونش پست است، یا اینکه کمخونی دارد، و یا طبیبش یا یک دکتر متخصص به او گفته است که اگر روزه گرفتی سلامتیت خیلی بد می شود، در این وقت روزه نگیرد، برای اون که برای او اجازت است روزه نگیرد. اما این می داند که خودش به قوت است، یعنی تجربه دارد، پیشتر هم حامله بود، میداند که روزه برای او ضرر نمیرساند، برعکس اشتهایش خوب می شود، برعکس وقتی روزه میگیرد شبش زیاد خوراک میخورد و سلامتیش بهتر می شود. البته که روزه گیرد، اما گفت سلامتی هم بد می شود، در این وقت اجازت هست که روزه نگیرد. سوال دیگر، اگر انسان هنگام خواب کردن پوشیدن چشمانش را فراموش کند، آیا گناهکار می شود یا نه؟ این سوالتان را می توانید به مادرتان دهید. سوال دیگر، اگر سحر به سحر خوردن خسته نتوانیم چی کار کنیم؟ آره، این هم یک مسئله مهم بود. در وقت سحر خوردن، هر کسی که سحرخوری کرده نتوانست، روزه او صحیح است. روزه یا در خود روزه ماه رمضان حتمی هست که ما باید 1 روز پیش نیت کنیم، و حتی بعضی از علما میگویند 1 ماهه رمضان رو پیشتر هم نیت کرده میتوانید، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام له. هر کسی که از شب نیت روزه نکند برای او روزه نیست. لیکن این روزه فرضی است. اما سحر خوردن را فقط پیامبر صلی الله علیه و سلم سحر از سحور و طعام مبارک گفتگی هستند، و یا اینکه تسحروا فإن فی السحور برکه، شما سحرخوری کنید چون که در سحرخوری برکت هست گفتگی هستند. اینها فقط به مستحبات و یا ثواب دلالت میکند. اگر کردید سحرخوری کردید، این خیلی خوب است، هم یک سنت رو اجرا کردید، هم برای روزه همان روزه اتون تقویت میبخشد، که اگرچه حدیث رو ضعیف میگویند ولیکن در سنن ابن ماجه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند سحرخوری کنید تا که قوت روزه اتون در سحرخوری است، یعنی وقتی سحرخوری کردید شما با قوت همون روز روزه میگیرید. لیکن اگر سحرخوری نکردید هیچ مشکل ندارد. مهم این است که همین روز گفته باشید که من فردا روزه‌دار هستم، و یا حتی 1 روز پیش از ماه رمضان گفته باشید که من همین ماه کلا روزه میگیرم. این الکی نیت هست. سحرخوری نکردید، از خوابتون خسته نیت کردم روزه دارم، از دمیدن صبح صادق، این چیزها یگان تاش در یگان جا آمدگی نیست. نیت با قلب است. سحرخوری نکرده باشید هم دیگر نماز شما ببخشید، روزه شما کاملا صحیح است. سوال دیگر،
مهرو سوال میدهند بعد سحور سحرخوری چه خیل نماز نفل وجود دارد؟ بعد از سحر خوردن یگانه نماز بامداد میخوانیم و بعد از نماز بامداد تا برآمدن آفتاب یگان نماز نفل وجود ندارد. یعنی نماز نفل از وقتهایی که نماز نفل خواندن در شریعت مکروه است یا خود ممنوع است، این بعد از نماز بامداد تا برآمدن آفتاب است. اما بعد از اینکه آفتاب برآمد و یک قد نیزه بالا شد، نماز چاشت و یا نماز اشراق هم میگویند، نماز ضحی هم میگویند وجود دارد که 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 یا 8 رکعت خواندنش ثواب به حد زیاد دارد، حتی اجر حج فریضه را دارد. لیکن بعد از سحور کرده نماز بامداد رو خواندن، شما نماز نفل نمیخونید لیکن سحرخوری کردید، هنوز از آن نگفتند که عیناً بین سحر خوردن و از آن گفتن پیامبر قدری 50 آیت بود، یعنی یک مقداری کم بود. در این وقت می توانید چقدر خوندید نماز نافله خونید که هنوز بامداد نبرآمده است. سوال دیگر، اپا جان در حق من دعا کنید که من به دوست داشته‌ام برسم. اگر دوست داشته‌تان انسانی باشد که در حقیقت با او یک عائله خوب پیدا میکنید، الله همه شما را به هم دیگر برساند. سوال دیگر، یک سوال دیگر، من میتوانم خودم حج نکرده همسرم حج کند؟ الله نگهبان باشد. حج کرده به همسر و همسر یا اجازت همسر به این چیزها رابطه ندارد. حج از فریضه های الله است که حتما باید هر کسی که داراییش رو دارد، یعنی سفری حج رو مقدار پولش رو در دست دارد، سلامتیش هم هست، حتما باید حج کند. و شما می توانید خودتون و یا همسرتون، حتمی نیست که شوهر از زن پیشتر حج کند، ولیکن بهترش این است که و الله هم نصیب کند هر دو با هم روید، برای اینکه همسر همراه شوهرش وقتی رفت محرمش در نزدش است، دیگر قلبش هم پر است از تمامی بعضی خلافت هایی که ببخشید اختلاف هایی که زن به محرم نرود، از اینها شما دور می شوید. لیکن هیچ مشکلی ندارد که زن از شوهرش پیشتر حج کند. سوال دیگر، السلام علیکم مادر عزیز، دخترچه‌ام 10 ساله اگر روزه نگیرد گناهگار می شود؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چه خیلی که گفتم دخترچه 10 ساله در تاجیکستان اساساً به عرف نگاه کنیم 10 ساله ها به بلاغت نمی رسند و دخترچه 10 ساله هم اینجا به بلاغت نرسیده است، اگر روزه نگرفت گناهگار نمی شود. لیکن رو به روزه عادت کنونند، یعنی روزه گیرگویند که کودک رو چه خیلی که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم از 7 سالگی به نماز امر کنید میگویند، یعنی نماز رو به آنها ببخشید امر کنید نه یاد دهید. برای همین نماز رو یاد دادن روزه هم به آن داخل می شود. کودک باید از 10 سالگی نه از 7 سالگی روزه رو شروع کند. اگر نتوانست می توانید بگویید که سلامتیش خوب نیست روزه اش را نگیرد، اما توانست البته اجرش یا ثوابش برای شما است. سوال دیگر، اپا جان چندین بار سوال دادن که امر معروف کردن به زن ممکن نیست، در همین باره گپ میزدید. تشکر. من در این باره پیشتر گپ زده بودم در برنامه هایی که از این پیشتر بود، برای همین گفتم که در یک باره هر موضوع صحبت کردن نمیخوام، میتوانید از موضوع های پیشتره این را پیدا کنید. سوال دیگر، السلام علیکم، زن میتواند خودش تنها در خانه تراویح نماز خواند؟ نمازی و علیکم السلام پیش از همه، نماز تراویح زن هم میتواند تنها خواند، مرد هم میتواند تنها خواند، برای آن که پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در صحیح بخاری هست، در کتاب فتح الباری هم پیدا کرده، میتوانید کل شرحش را در باب صیام. پیامبر فقط 3 روز اول با جماعت خواندند، سپس تنها تراویح خواندند و تمام صحابگان تا خلافت عمر رضی الله عنه همگی تنها میخواندند. سپس عمر گفتند بیایید جمع شوید و یک جا نماز خوانید. برای همین هم زن هم مرد هم میتواند به تنهایی نماز تراویح خواند. سوال دیگر، اپا جان همسر من اسما یعنی نفسش تنگی میکند، دارو استفاده میبرد، روزه میگیرد؟ رحمت. هر کسی که اسما است و اون بخاخ میگویند با زبان عربی، برای گرفتن نفس چیزی که به دهان میزنند، راستی گپ من به تاجیکی فراموش کردم نامش را، برای نفس نگرفتن اون هوایی که به دهان میزنند به روزه هیچ ضرر نمیرساند. یگان خیل فقط یا بوقی که از دهان میدهند، یگانه
اگر دارو خورند به سبب استما یا تست دارو خورده ایستند، هر چیزی که از حلق به معده میگذرد و روزه را میشکند، دارو باشد یا چیزی دیگر، دانسته اگر کنید. لیکن هر چیزی که فقط همچون برای کشودن راه نفس همچون هوا به دهان میزند، اگرچه بعضی طعمش در دهان ماند، هم به روزهشان یگان ضرر نمیرساند و الله متعال به همسرتان شفای عاجل نصیب کند. سوال دیگر، آیا واکسین گیریم روزه امان میشکند؟ درباره واکسین و عموما درباره شکننده های روزه که الله نصیب کند یک موضوع کامل در این باره داشته باشیم، هر سوزنداری که به خاطر قوت گرفتن جسم انسان و به خاطر همچون یک غذا مثل گلوکوز باشد و یا ویتامین ها زده می شود، او روزه را می شکند. اما هر دارو یا سوزنداری که به بدن گذرانیده می شود برای نابود کردن یگان میکروب و یا برای بیدرد کردن جسم و یا برای شخ کردن یا بهیس کردن یگان مکان، و روزه را نمی شکند. اینجا واکسین برای چی می زنند؟ اگر واکسین سبب شود که انسان قوت گیرد، همون روز دیگر مثل یک خوراک به قوت خوردش گردد، که این را خود دکتر معین میکند. کسی که واکسین میزند این را از متخصصش میپرسد که واکسین رو وقتی گرفتیم ما قوت میگیریم، به قوت میشویم. اگر گفت اوره این هم ضد میکروب است، هم شما رو خیلی قوی میکند، روزه رو میشکند. اما گفت هیچ قوی نمیکند، فقط از میکروب حمایت میکند، روزه را نمیشکند. برای همین باید خودی طبیبی که واکسین میزند پرسیده شود که تا چه اندازه برای به قوت شدن جسم، یعنی عموما مثل خوراک خورده انسان به قوت میکند، یا اینکه عادی هست و فقط ضد میکروب عمل میکند. سوال دیگر، صبح تا اذان دادن ممکن است خوردن؟ صبح تا اذان دادن اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم تا خود اذان دادن خوراک نمیخوردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی خوراکشان را خورده تمام میکردن، تا قدر 50 آیت قرآن خواندن وقت میماند، سپس اذان میگفت. لیکن به هر حال اگر تو اذان دادن شما خوردید مشکلی ندارد، برای اینکه هنوز و کلوا واشربوا حتی یتبین لكم الخيط الابيض من الخيط حتی یتبین لكم الخيط الاسود من الخيط الابيض من الفجر، میگوید الله تا وقتی صبح دمیدن، یعنی شما خوراکتان رو خورید. لیکن وقتی که شما از روی حدیث اگر عمل کنم گفتید از آن کمی پیشتر 15 منوت 20 دقیقه اگر پیشتر شما جمع بست کردید خوبتر است. لیکن گفتید تا از آن که عین صبح دمی است میخونم هیچ مشکل ندارد، برای اینکه در این باره اجازت هست. سوال دیگر حاضر یک توی دیگر سوال حاضر، خواهش میکنم تاریخ پیدایشی روزه را گویید. یکی از دانشمند افغانستان سال 1983 به من گفته بود وقتی که لشکر اسلام سفر داشتند غذاهایشان کم می شود و مجبور شدن نانخوری را در روز منع کنند. این هیچ اساسی ندارد. تاریخ پیدایش روزه یا فرض شدن روزه این سال 2 هجری است که اساساً فرضیت زکات و فرض بودن خود روزه در بعد از هجرت پیامبر به مدینه، بعد از آن که پیامبر صلی الله علیه و سلم الکی یک دولت بنا میکنند شروع می شود. برای همین سال 2 هجری الله دیگر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون گویان آیت سوره بقره را نازل میکند و این سال 2 هجری بود و هیچ رابطه نداشت با اینکه نان نبود و نان خورند و این چیزها هیچ اساسی ندارد و الله با فضل و رحمت و حکمت خودش هر یک فریضه خودش را از روزه و از زکات و از حج در وقتهای معین به حالت همان وقته مسلمان ها نگاه کرده فرض کرده است. و اینجا باز گشته بار دیگر سوال دادن که درباره امر معروف زن کمی صحبت کنید. درباره امر معروف کردن زن یکی بیایید این رو هم نترسیده گویم خرافات. یکی از خرافات دیگری کشوری مردم سالار تاجیکستان در آن است که فکر میکنند امر معروف کردن و یا یگان موضوعهای علمی صحبت کردن این خاص مردم می باشد. یعنی زنها نباید در این باره گپ زنند. اصلا زن که هست که علم داشته باشد، زن که هست که صحیح بخاری گوید، مسلم گوید براید و درباره حلال و حرام گپ زند. یعنی این چیز خاص مردها بود و میماند. لیکن این چیز در تاجیکستان است. شما یک بار نگاه کنید به دولت عربستان سعودی چند داعیه دارند، حتی در تلویزیون ها برآمد میکنند. به مصر عرب
و جزایر و کویت و قطر هر یکی این دولت با خود داعی های خود را دارند و در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه پس از پیامبر صلی الله علیه و سلم احادیث پیامبر را میرسانیدند و مردها به زنها به همه میرسانیدند. آره میتوانیم بگوییم که اون کس ام المؤمنین بودند، لیکن در ما حفصه بنت سیرین است یا خود کریمه بنت سیرین، اینها تابعه زنهایی بودند که در زمان خودشان دعوتچی بودند، دعوت میکردند و درباره دعوت کردن زنها شما میتوانید یک کتاب کامل از مثلا نفیسه، یکی از نبیرگان زین العابدین یا نبیرگان حضرت حسین که امام شافعی میگویند من علم زیاد رو از خودی نفیسه گرفته بودم که اینقدر دعوت میکرد و علم خیلی زیاد درباره حلال و حرام داشت. برای همین امر معروف کردن زن رو تاجیکستان، اگر مثلا مردهای تاجیکستان گوید که این خاصی مردها هست، یک دلیل از قرآن و از سنت بیارید از زمان پیامبر و الان که یوتیوب است، اینترنت است، چشمتون رو کمی کلانتر کشاید و نگاه کنید که در دولت‌های پیشرفته اسلامی تا چقدر زن‌هایی هستند که از قرآن و از سنت میبرویند صحبت میکنند. و اینجا شاید پرسیده شود که تا همین روز نه، برای چی اینقدر امروز یک زن برآمد یا یک چند خواهرها برآمد ایستادن؟ تا همین روز، تا این درجه قدر زنی تاجیک پس نبود. امروز همین یک چند روز بود زنها رو به گشتنگیری هم برآورده ایستادند، به پیشوازگیری هم، به همه کار، کوچروبی، اطلس پوشی، رقص کردن، یعنی همه چیز برای زن تاجیک حلال شد و جز اینکه درباره حلال و حرام صحبت کند. برای همین کاش هر مردی که الان غیرتش اومد یا هر برادری که گفت چرا زن امر معروف میکرده است، یکی غرورش رو زیادتر کند، گفت چرا زنی من براید در نوروز رقص کند، چرا زنی من براید یا خواهر من یا دختری من براید پیش پای کیم کدام نجس ها گل پرتوید و یا براید از کارهای دیگر کند که زنی تاجیک در تاجیکستان نویسید 1001 در گوگل فحش و 1001 دیگر آبروریزی و شرمندگی ها میبراید که باید خواهران مسلمان، مادران مسلمان، خواهر و مادرانی که علم دارید براید و دعوت کنید تا اینکه جلوی این فساد را زن پیش زن را گیرد و خواهر به خواهر خودش فهماند و 1100 بار دیگر اگر گوید این کار مردا هست، باز 1001 تای دیگر دلیل میاریم که امر معروف کردن نهی منکر کردن این خاص هم زن مسلمان هم مرد مسلمان می باشد. شنوندگان عزیز، این بود موضوع امروزه ما درباره بعضی از خرافات هایی که در تاجیکستان در رمضان انجام می شود. امیدوار هستم که فایده گرفته باشید، فایده رسانیده باشیم و هر کسی که ادعای در خطای ما کرد که حتما هر یک طالب علم، هر یک دعوت کننده که ما هنوز طالب علم در زینه های اول علم هستیم خطا پیدا کردید، حتما می توانید به ما ارسال کنید تا که در برنامه های آینده اشتباه های خود را ما نگفته با جان و دل قبول کنیم و اصلاح کنیم تا برنامه های دیگر در این روزهای مبارک سال، ماهی که مسلمان ها چقدر انتظارش هستند، در پناه الله باشد. در حق همدیگر و علل خصوص مردم مظلوم تاجیکستان و برادر عزیز عزت امان دعا کردن را فراموش نکنید. در پناه الله باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.